های گل میخد چندان بوی نمیده خودم گل میشوم به دور تختت های دلم بم لندن و مسکو نمیشه برادران مستفیدا پشت سر شما کار خوبی نیه به نظر ما بشینیم دوستا کنیم بالا خزیم خیلی ببینیم ببینیم تا بشیم خیلی ببینیم جلوم راست بکردم یلدیم به نام خدا و به عرض سلام و احترام به خدمت شما مهمانای عزیز که از راه دور و نزدیک تشریف آوردیم. ما هم از طرف خود همکارا جشن عروسی آقا داماد گل به تمام مهمانای عزیز که امشب به تالار خوشبختی تشریف آوردم تبریک عرض میکنیم دوستا. بیشتر وقت شما نمیگیرم، میفهم که گردن همه بند باشه دلاشم از گشنگی ولنگ میکنه. یک سه چهار دانه چهار بیتی به خدمت شما تقدیم میکنیم و طور یادگاری آقای فیلمبردارم تصویر میگیرم. امشب که به همه شما معلومه که شب شهدیه، شب عروسیه. اگر لطفی بکنیم هم میمانایی که به کوچه شیشتیم تا با آخر به افتخار من نه به افتخار آقا داماد یک چک مرتب ببره. آی دلم بم لندن و مسکو نمیشه یک جو نمیشه ای جان محبوب ای تمام ملکای دنیا بگردیم الله نما شما ولی پشت کو نمیشه ای داد و بیداد خدا غمای دن یارا به من داد ای بریم چای نکو خندونین بیاریم دل آرامی بریم داماد خندونی بیاریم ای جان محبوب اگر داماد خندونی نیامد بریم یک شو به میمانی بیاریم آقا داماد مبارک باشه بختت گلی میخد بکارم دور تختت گلی میخد چندان بوی نمیدن خودم گل میشوم به دور تختت نکن علای کنم بچه مخصی من چه شما نصیحت میکنم باز میگیریم پولا قلبی خود چرخ میدیم و پاش میدیم میگیم البای بچه ها میگم البای اینا رستیه یکی رستی نیه برادر داماد به زمین میزنیم خواهشونه برادر خواهشونه پول پاش ندیم خیلی بینیم یک دقیقه اجازه بدیم یک دقیقه ما بیشتر وقت شما نمیگیریم برو بچه برو پای برو بچه برو پای برو آرام پای برو خیر یک دقیقه اجازه بدیم دوستا آی نمازی سوم غریبی رو به من کرد دل آرامی دلم جولان زد و یادی وطن
ای جانم ای نفهمیدم پدر بود یا برادر خدا یادیش کنه هر کی یاد مار کرد ای آقا دومد گلی یکدا نباشه دل آرامیم چراغی روشنی هر خانه باشی ای جانم ای چراغی روشنی خونی خودیتان پسر پدر خود ناستانه باشیم واکی سرسر میکنه میشاکی بربر میکنه دل یاد دلبر میکنه بگذار بنالم سبزمه تا کی بنالم سبزمه یک چک چک هم افتخار آقا دوماد بخیر باشید بخیر باشید. تشکر از حضور شاداماد عزیز. دوستان را فارغ کنیم. شاداماد عزیز با همراهان گرامیشان سمت آشپزخانه تشریف میبرند. چطور کنه؟ حالا پیش نمیارم من